کانال ما سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید، هر وقت ویدیو میذارم اول کسی که بشه خبر بشید. من 2 تا فیت شکن خوب بهتون معرفی کنم که خیلی سرعتش بالاست و پینهاش خیلی بالاه و اینکه بهترین فیت شکن مخصوص وایفا هستش. به شما تا لایک کنید، سابسکرایب کنید، میریم سراغ آموزش. فیت شکن اینه بچه ها. فیت شکن اولی اینه. این فیت شکن اوله. میریم فیت شکن رو باز میکنیم، ثبت میکنیم تا فیت شکن باز شه. بعد بچه این سرورش آی پی ثابت هست و اینکه هیچ سروری نداره. میبینید نه اینجا سرور داره، ببینید نه اینجا سرور داره، نه اینجا داره، هیچ جا سرور نداره. فقط یک دونه سرور داره، آی پی ثابته و روی این که پلی کنید یه تبلیغ میاد، تبلیغ رو میبندیم و وای میسیم تا متصل شه. خب بچه ها یکی از اینا رو متصل میکنیم، این تبلیغ رو میبندیم. ببینید عکس وایفا هستش، مخصوص وایفا هست، کسایی که وایفا میخوان مخصوص وایفا. ببینید متصل شد. حالا میریم تست سوال از یوتیوب میگیریم، وای میسیم تا بیاد بالا. ببینید بچه ها خیلی فیت شکنش خوبه. تا فیت نشده نصب کنید، خودتون نصب نکنید متوجه نمیشید سرعتش چقدر این فیت شکن عالیه، حرف نداره. میبینید فیت شکنش خوبه، میبینید فیت شکن، ببینید سرعت فیت شکن رو ببینید چقدر فیت شکنش خوبه. من الان با وایفا دارم تست میکنم این فیت شکن رو. حالا فیت شکن رو وایفا رو خاموش میکنم. خب با بستم وصل میشم، ببینم با بسته جواب میده یا نمیده بچه. خب ثبت میکنم با بسته هم جواب میده این فیت شکن. بله بچه با بسته اینترنت هم جواب میده و با وایفا هم جواب میده. بس باید بگیم که این فیت شکن برای تمام اپراتورها وصل و متصل میشه، همراه و رایتل و ایرانسل. ببینید خیلی عالیه، نصبش کنید. حالا وقتی ویدیو گرفته نشه میریم برای معرفی فیت شکن دوم. فیت شکن خاموش میکنیم. فیت شکن خاموشش میکنیم. بچه روی این بزنید فیت شکن خاموش میشه. 2 بار بعد روش بزنید تا خاموشه بچه. وقتی این نوار که به آخر برسه نارنجی میشه، این خاموش. کلید همینطوری این بالاست. الان اینکه پرشه میایم بیرون و فیت شکن خاموش میشه. فیت شکن خاموش شد. میریم برای معرفی فیت شکن دوم. فیت شکن دوم اینه بچه ها. این فیت شکن دومه، میزنیم روش روشن بشه. ثبت بکنیم تا باز شه. ببینیم این فیت شکن هم با بسته جواب میده، این بسته های اینترنتی، یا نه فقط وایفا جواب میده. اینجوری که مشخصه فکر کنم با بسته جواب نمیده بچه ها. میبینید با بسته جواب نمیده. دوباره بریم ببینید اینترنت چون ضعیفه به خاطر اون اینطوریه بچه ها. دوباره میزنیم روش. خب بله جواب میده بسته. خب بچه اینجا سروراشه، اینم که بزنید پلی میشه. روی سرور که بزنید هر سروری بخواید متصل میشه. روی این که بزنید ثبت میکنید متصل شه، وصل میشه. بخشید هر سروری بزنید وصل میشه. تبلیغ رو میبندیم.
افزایش 200 زمان اتصال. این 200 رو که بزنید این فیتشه که افزایش زیاد میشه تا 200 قطع نمیشه. ما روش میزنیم، سعی وای میسیم تا متصل شده. این تبلیغ میده، این تبلیغ رو میبندیم. حالا میریم تست ساعت یوتیوب میگیریم بچه ها. بله بچه ها ببینید فیتر شکنش خوب عالی. پس این دوتا فیتر شکن نصب کنید که فیتر نشه، زود نصب کنید تا فیتر نشدهشون. بهترین فیتر شکن دنیاست این دوتایی که معرفی کردم، عالیه، پین های بالا داره. و اینکه این برنامه رو از فیتر شکن و برنامه رو کانال کیولند ما نصب کنید. کانال ما اینه، فیترش اینه. این کانال ما هستش بچه ها، این کانال ما هست. اینم لینک کانالمونه که توی کپشن براتون گذاشتمش. و بچه ها اینجا که بنویسید سلام، ببینید تیک میخوره. وقتی بچه ها اینطوری دوتا بخوره یعنی فیتر شکن متصله. و اینکه بچه ها من این فیتر شکنایی که معرفی میکنم بهتون تستشون میکنم و بعد توی یوتیوب معرفی میکنم بهتون. صورت این دوتا عالیه، سریع نصبش کنید تا فیتر نشده. کانال ما سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید اول کسی که باشه شما باشین ببینید. و اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید شما به خدای بزرگ میسپارم.